شام 27 دکامبر سال 2023 یک مهاجر 52 ساله از تاجیکستان در یک کارخانه در شهر کلوپینو در کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه زیر دستگاه مانده به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع شبکه تلویزیونی سنت پترزبورگ شام چهارشنبه 27 دکامبر به رقم 112 معاون سردار کارگاه یکی از شرکت‌های کلوپینو زنگ زده خبر داده است که یک کارگرش زیر دستگاه مانده است. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسد شهروند 52 ساله تاجیکستان را پیدا کردند. او در کارگاه استحصال بلوک‌های سیلیکاتی به آتش تاب‌آور باعث ریزگر یا دربیلش کار میکرد. هنگام کار دستگاه ناگهان دست این کارگر تاجیک را کشیده برده است و قفس سینه‌اش را نیز پخش کرده است. در نتیجه این مرد در جای حادثه جان داده است. جسد او را برای تشخیص به مرگ بردند. تشخیص باید علت مرگ او را دقیق کند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل‌های مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. روز 28 دکامبر سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بار اول در پیام سالانه‌اش به وضع مهاجران تاجیک از جمله به مسئله سطح بلند مرگ و میر در بین آنها پرداخت و گفت شرایط مهاجران را نقض می‌داند. صدها جسد می‌آوریم. آنها برای پیدا کردن رزق و روزی برای فرزندانش رفتند، چون که ما رهبران از بالا تا پایان فقط فکر نفس بد خود را داریم، اظهار داشت پرزیدنت تاجیکستان.